موضوع جدیدمان در مورد حدیثی است که امام مسلم از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت نموده است که جبرائیل علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید: احسان چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. به این معنی که احسان آن است که خدا را چنان عبادت کنی که گویا او را میبینی، و اگر تو او را نمیبینی پس یقین داشته باش که او تو را میبیند. این حدیث از جوامع الکلم است، یعنی سخن کوتاه اما با معانی بسیار عمیق. علمای بزرگ اسلام بر اهمیت این حدیث تأکید کرده‌اند. حدیث نشان می‌دهد که احسان دو مرتبه دارد. مرتبه اول عبادت خداوند، گویا او را می‌بینی. این مرتبه یقین قلبی است که انسان احساس کند در حضور پروردگار است، گویی او را با چشمان دل می‌بیند. چون این حالت شخص را به بالاترین درجات خشوع و اخلاص و توجه به خدا می‌رساند. مرتبه دوم، اگر او را نمی‌بینی پس بدان که او تو را می‌بیند. در صورتی که انسان به مقام اول نرسد، باید حد اقل یقین داشته باشد که خداوند او را می‌بیند و بر تمام افکار و اعمال او آگاه است. این باور سبب پرهیز از گناهان و تلاش برای انجام بهترین اعمال می شود. در مقام اول انسان از محبت و شوق عبادت می کند و در مقام دوم انسان از روی ترس و خجالت از گناه دوری می کند. مقام اول بالاتر است، زیرا در آن عبادت از روی اخلاص است، نه فقط از روی ترس. حدیث احسان خلاصه از کمال بندگی و عبادت است. اگر انسان بتواند همواره خدا را در نظر داشته باشد، اعمالش کاملتر و اخلاصش بیشتر خواهد شد. اگر نتواند به این درجه برسد، حد اقل باید یقین کند که خداوند او را می بیند تا از معصیت ها دوری کند و در مسیر درست قرار گیرد. این سخن گوهری از جوامع الکلم پیامبر صلی الله علیه و سلم است که شامل همه مراتب دین، ایمان، عمل و اخلاق می شود. در نهایت باید گفت که این حدیث یکی از عمیق‌ترین آموزه های اسلامی در مورد رابطه بندگان با خداوند است. اگر انسان بتواند در عبادات خود به این مرتبه از یقین برسد، زندگیش سرشار از نور، آرامش و نزدیکی به خدا خواهد شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.